خب بچه اینجا رو داخل میرین، مستقیم که رفتین دست راستتون یه دونه میز میبینید. همونجور که مشخص کردم براتون کلید رو برمیدارین، وارد در جلویی میشین. وارد که شدید مستقیم میرید تا انتها دست راست، کلید درای نارنجی رنگی. در رو که باز میکنید یه دونه از همین تقریبا میشه گفت اینا حالت دشمنای نامرئی هست. اینا رو حتما باید بزنید. چرا؟ چون بایدتون وسایل پرت. اینو اول میکشیم که همونطور که قبلا بهتون گفتم بهترین وسیله برای تا محیط بسته شاتگانه. با شاتگان بودم 5-6 تا تیر بزنید میمیره. میرید داخل. این کلید دیگه هست، اون کلید رو بر میدارید، برگردید بیرون ساخته همون جایی که ازش وارد شد. دست چپ کنار کنید یه دره، اونو میرین داخل، کلید همین دره، این بسته بود. سویچه که میدید بالا دوباره برمیگردید داخل ساخته بود.